واکنش‌های گسترده در پی فارسی ستیزی طالبان. فعالان میگویند که با آسیب زدن به یک زبان نمیتوان زبان دیگری را رشد داد. صدای زنان افغانستان در سازمان ملل. سرگروه دختران رباتیک در مجمع عمومی سازمان ملل گفت نگذارید افغانستان گورستان آرزوهای ما شود. واکنش تهران به جنگ‌های اخیر مقاومتگران و طالبان. با باور سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری‌های نظامی در افغانستان مانع شکلگیری دولت فراگیر خواهد بود. و گسترش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در ایران. سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من سمیرا قاضی‌زاده از آماژ نیوز خوش آمدید. طالبان در ادامه حذف زبان فارسی از لوحه‌ها این بار واژه دانشگاه را از لوحه ساختمان جدید دانشگاه بلخ و شماری از ادارات ولایت هرات حذف کردند. این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. شماری از چهره‌های سیاسی، فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام طالبان را فارسی ستیزی عنوان کردند. عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش خطاب به طالبان گفته است: با این اقدام‌های زبان ستیزانه جز آن که آتش نفرت را شدت بخشید کار دیگری نمی‌توانید. اگر ستون این زبان آنقدر سست بود پیش از این فرو می‌ریخت. دشمنی با فارسی دشمنی با دانش و فرزانگی است. از سوی دیگر رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه پیشین نیز در این مورد واکنش نشان داده است. نام برده نگاشته دانشگاه مهد دانش است. در پگاه آزادی باز به دانشگاه مهد دانش خواهند گفت. یادتان باشد. آقای اسپانتا افزوده است نژاد پرستان امر کردند که شعار مرگ بر فاشیسم را که بر درختی حک شده بود با رنگ کردن تمام درخت ناخوانا کنند. باران بهاری رنگها را از درخت زدود و شعار مرگ بر فاشیسم بیشتر از هر زمانی هویدا شد. از سوی دیگر احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که در قانون دانشگاه نیست و با پشتو دری پوهنتون درست است. او افزوده است در قانون تحصیلات تنها پوهنتون است و دانشگاه را حذف کردیم. د لوړ زده کړو په قانون کې یوازې اساسي او کلیدي لفظ تعریف شوی دی هغه پوهنتون دی. د دانشګاه په نوم په قانون کې هیڅ شتون نه لري. در همین حال شماری از فرهنگیان زبان پشتو نیز به حذف واژه دانشگاه از تابلوی دانشگاه بلخ توسط طالبان واکنش نشان دادند. شفیق اخبلواگ میگوید با آسیب زدن به یک زبان نمیتوان زبان دیگری را رشد داد. با گفته او آدمهای کوچک گمان میکنند با زیر پا گذاشتن دیگران به بزرگی میرسند. این شاعر مشهور زبان پشتو افزوده ما خوششانس هستیم که مردم افغانستان فارسی زبانند و ویژه پشتونها که به طور طبیعی به هر دو زبان پشتو و فارسی سخن میگویند. در عین حال حبیب توتاخیل نویسنده و فعال سیاسی در صفحه توییتر خود نوشته است: فارسی زبان‌ها میگویند نام زبان ما فارسی است، اما برخی پشتون‌ها اصرار دارند که نام زبانتان فارسی نیست. فارسی، دری و تاجیکی لهجه‌های یک زبان واحد هستند و اگر فکر میکنید اینها زبان‌های جداگانه هستند، پس قندهاری، وردکی، پکتیاوال، وزیری، پشاوری، غلجی و سایر لهجه‌های زبان پشتو نیز زبان‌های متفاوتند. حذف واژه دانشگاه از تابلوی دانشگاه بلخ و تعدادی از لوحه‌های ادارات دیگر در هرات توسط طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مردم برانگیخته است. طالبان در یک سال گذشته به طور نظاممند و پاکسازی زبان فارسی از لوحه‌های دولتی در کابل و ولایت‌های افغانستان دست زدند. سرگروه دختران رباتیک افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل از رهبران جهان خواست نگذارند افغانستان به گورستان آرزوها و اهداف دختران افغان تبدیل شود. سمیه فاروقی گفت یک سال است که طالبان دروازه مکاتب را برای میلیون‌ها دختر بستند و هیچ نشانه‌ای از بازگشایی آن دیده نمی‌شود. او گفت که دختران در افغانستان با آینده نامعلوم روبروند. او در ادامه صحبت‌های خود گفت طالبان وجود ما را از جامعه کاملا حذف می‌کنند. ممکن است هزاران دختر دیگر نتوانند هرگز به مکاتب برگردند. بسیاری از آنها همین حالا ازدواج کردند. او خطاب به رهبران جهان گفت اگر فکر می‌کنند که دختران افغانستان مستحق آموزش هستند نگذارند او و دختران دیگر قربانی سیاست‌های بین‌المللی شوند و افغانستان به گورستان اهداف و آرزوهای ما تبدیل شود. یک سال پیش طالبان با این توجیه که شرایط مورد نظر این گروه در مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 آماده نیست، لیسه‌های دخترانه را بستند. اما حدود یک ماه پیش نورالله منیر سرپرست وزارت معارف این گروه ادعا کرد که مردم نمی‌خواهند دختران بالاتر از 16 سالشان را به مکاتب بفرستند. اظهارات این مقام ارشد طالبان انتقادهای زیادی را برانگیخت.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در تازه‌ترین اظهاراتش در پیوند به تحولات اخیر افغانستان گفته است که درگیری‌های نظامی در این کشور شکلگیری یک دولت فراگیر را مختل خواهد کرد. خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه 28 سنبله گزارش داده است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را در پاسخ به پرسشی در پیوند به تیرباران اسیران جنگی از سوی طالبان در پنجشیر مطرح کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این کشور از هیچ نیروی نظامی در افغانستان حمایت نمی‌کند. کنعانی تاکید کرده که ارتباط کشورش هم با طالبان و هم با مخالفان این گروه برقرار است. ایران از کشورهای پرتعامل با گروه طالبان است. مرگ مهسا امینی، دختر جوان ایرانی که پس از بازداشت توسط پلیس اخلاقی مصوم به گشت ارشاد به گونه مشکوک جانباخت، اعتراضات گسترده‌ای را در این کشور در پی داشته است. او به خاطر چگونگی پوشش و حجاب بازداشت شده بود. از 3 روز به این طرف تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران از جمله کردستان و تهران جریان دارد و این اعتراضات در حال گسترش است. طبق ویدیوهای منتشر شده امروز سه‌شنبه 29 سنبله دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران تجمع کردند و شعارهای مرگ بر ماشین گشت کشتار و بسیجی برو گم شو سر دادند. در برخی از دانشگاه‌های دیگر از جمله یزد نیز تجمع اعتراضی در پیوند به جان باختن مهسا امینی برگزار شده است. در شماری از شهرها پلیس با معترضان برخورد خشونت آمیز نیز داشته است. شلیک گاز اشک‌آور، متفرق کردن معترضان با گلوله‌های ساچمه‌ای و واقعی و استفاده از باتوم از جمله این برخوردها بوده است. سازمان حقوق بشری هنگاوه در گزارشی اعلام کرده که در جریان اعتراضهای روز دوشنبه 28 سنبله دست کم 3 نفر کشته و در شهرهای کردنشین بیش از 250 نفر بازداشت شدند. این نهاد شمار زخمیان را نیز 221 نفر اعلام کردند. رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی این اعتراضات را اغتشاش خواندند. مهسا امینی دختر 22 ساله کرد که همراه با خانواده‌اش از سقز کردستان به تهران سفر کرده بود، روز 25 سنبله 3 روز پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در شفاخانه کسری جان باخت. خانواده او و معترضان میگویند که گشت ارشاد مهسا امینی را شکنجه کردند. اما پلیس ایران با انتشار یک ویدیوی تقطیع شده مدعی شده است هیچ گونه برخورد فیزیکی میان نیروهای گشت ارشاد و مهسا امینی رخ نداده است و او عارضه قلبی داشته است. ولی پدر مهسا امینی میگوید که دخترش دچار هیچ بیماری نبودند. مرگ مهسا امینی در خارج از ایران نیز واکنش‌ها و اعتراضاتی را در پی داشته است. در حال حاضر جان باختن این دختر جوان به مهمترین موضوع کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.